درود سلام بچه‌ها، چطورین؟ کیان ابراهیمی هستم. خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام یه ریاکت به 20 تا از بهترین گل‌های بازی فیفا 23 داشته باشیم. بریم که داشته باشیم. خب یه ضربه آزاد که چیزی نیست. برگردان. وای وای وای، خوب بود. خودم هم زدم به خاطر اینکه خیلی هیجان ندارم و ذوق نمی‌کنم. خودم هم واقعا برگردان زدم. خوب بود. شرایطش چیز متوسطی بود ولی واقعا بد نبود. خب این از این که نمیدونم ما کیه لیورپول بود. گل 19 کریم بنزما. خب خود بنزما میاد. وای یکم دیرتر از خط وسط زد شوت زد. وای چه شوتی زد. وای واقعا شوت بود. روبرت لواندوفسکی گل 18 اینم بد نبود. همون برگردان بود ولی یه طور دیگهش بد نبود. بد متوسط. ببینیم یه دور دیگه. آره دیگه از همون فرم بود. خوب بود. 17 کیلیان امباپه. یه دریبل زیدانی، یه دریبل نیماری. نمیدونم نیماری چی بهش میگن. دوباره یه زیدانی دیگه. بابا برو، این چیه؟ اگه اینا پروند من نوبه سعیم نیستم دیگه. واقعا چه گلی زد. وای چه دریبل، چه اصلا شوتی. واقعا گل بود. واقعا گل بود. دست بنی زد. گل 16 ارلینگ هالند. خب ریاض محرز برای کایلی واکر. چیزی نیست تا الان. دریبی چیزی نزده. نه واقعا چیزی نبود. لیاقت 20 گل برتر نداشت. شاید جزء 600 هم نه. واقعا چی؟ جزء 100 تا شاید قرار میگرفت چون پرشش خوب بود و سرعتش هم بد نبود ولی نه واقعا ارزش نداشت اصلا. خب رودریگو سیلوا چنین اسمی. چه توپی انداخت جلو. یه سانتر. وای چی بود؟ با پشت پاش ضربه زد. وای چی بود این یکی؟ واقعا لیاقت 15 داشت. کی؟ نمیدونم کی. کره. خوب بود. این یکی هم بد نبود. بیشتر گلاشون برگردانه. چیزی نیست واقعا چیزی که بگم اونقدر زیباست ولی این یکی استوپش خوب بود و متوسط. نه متوسط. شاید جز 50 تا برتر قرار میگرفت یا نه. ولی الان که فکر میکنم گل هالند جز 200 هم نباید قرار میگرفت با این چیزایی که میگم. 13 وینیسیوس جونیور. بریم ببینیم این گل چیه. خب خود وینیسیوس ببینیم شوت میزنه، دریبل میکنه، چیکار میکنه. بعد یه دریبل نیماری زیبا بود. از 10 شاید به این 6 بدم. اون دریبل نیماریش که توپ از بالای سرش آورد باحال بود. اون یکم خیلی سخت نیست. نمیدونم این چیه. آرتیه چیه توی دسته. آنالوگ سمت راست دوبار فشار میدی این حرکت میزنه. این گلو ندیدم کی بود ولی وای این چی بود این یکی؟ ضربهشو با پشت پا زد در حالی که داشت دریبل زدن میزد. این یکی شما به این توجه کنید که دسته رو گرفتین چند تا دکمه رو باید همزمان بزنید تا اینجوری بشه. نیمار یه دریبل همون نیماری یا دوتا فشار دادن آنالوگ سمت راست. ببینیم چیه. خوبه بد نیست. واقعا خوب بود. این یکی هم واقعا خوب بود. از 10 شاید همون 7 6.5 7 رو بگیره. دریبلش خیلی خوب بود. نیمار هم رفت الهلال. الان کی مونده؟ واقعا
خب گل بعدی لیونل مسی، سلطان دنیا، گوت. یه دریب، وای هیچی بود، یه چیپی بود، تکنیکی بود، نمیدونم واقعا چه چیزی بود، واقعا لیاقت داشت. این یکی 8 رو شاخشه، حداقل 8. چه گلی زد، اصلا یه فرم چیپ و تکنیکی مانندی داشت. دوباره هالند شماره 9. خب تا اینجا یا خدا این چی بود، وای چه شوتی زد، وای چه قدرتی داشت، واقعا لایقت بود. دوباره مسی، ضربه آزاد فکر نکنم چیز خیلی شاخی باشه، آره همون بد نبود. 5 4 ضربه آزاد چیز خیلی شاخی نیست، اصلا لیاقت اون همه گفتن نمیدونم خوبه این یکی رو نداره، نه، ولی بد نبود ضربه آزادش. برو گل بعدی دیگه. بعدی گوت بعدی کریستیانو رونالدو. وایسه یه لحظه دوباره عقب بزنم. چی بود، با کجا زد؟ What the fuck، این چی بود؟ وای چه گلی بود، واقعا ول کن، اصلا من اینو به سگم در برای اینا. برناردو سیلوا گل 6. با چه سرعتیه، چقدر دور بود. از این گل خیلی زیاد دیدم دیگه، اون هیجان قبلا رو برام نداره، ولی خیلی زیاد بود. با بیرون پاش زد، آره نه با پای چپش زد و چه گلی، واقعا چه گلی. ارلینگ هالند دوباره، تا الان هالند بیشترین تعداد گل داشته. خوب بود. مثلا من خودم فکرش رو میکردم که اینطوری کات بگیری، ولی کلا توی جهت دیگه رفت. واقعا خوب بود. آره گیت شد دروازه‌بان، کی بود؟ دخیا بود. چه ضربه‌ای زد. آره واقعا ارزش داشت، خوب بود. بعدی دوباره لیونل مسی. الان تعداد گلای برتر مسی و هالند برابره، بریم ببینیم کدومشون بیشتر توی لیست قرار میگیرن. خب مسی برگردان با اون قد کوتاهش، دست مریضات. چون مسی قدش کوتاه شاید بهش 5.5 6 بدم، زیاده ولی به نسبت قدش برگردان خوبی زد. رتبه 3 کیلیان امباپه تا حالا یا 2 یا 3 بار یا نمیدونم خوب بود، خیلی هم خوب بود. وای دیگه داره نمیدونم یه فرمی گرفتم، هم ناراحتم هم خوشحالم. ناراحتم که خیلی نوبم، خوشحالم که این گلا رو دیدم. خوب بود، خیلی زیبا بود، واقعا عالی بود. رتبه 2 دوباره گوت بعدی کریستیانو رونالدو. اصلا این بشر فرم ابراهیموویچی گرفته، هی میپره، نمیدونم واقعا اصلا چه سبک و چه فرمی داشت، خیلی خوب بود، واقعا دست بریزاد رونالدو. گلش نمیدونم ابراهیموویچ نیست، کلا اصلا نمیدونم چی بگم، واقعا گلش زیبا بود. حداقل 8 و نیم داره، واقعا دست بریزاد. گوت همیشه. ببین یه بار دیگه خودش تا کجا بلند کرد، واقعا دست بریزاد رونالدو. عالی بود این گل. 8 و نیم 9. تا الان فکر کنم هالند و مسی بیشترین تعداد دارن، شاید امباپه هم توی لیست باشه. گلش واقعا گل. و اما نیمار از کورنر، وای چه کاتی داد توپشو،
وای چی بود؟ از این زاویه ببینیم. جان خود یا خدا اصلا گرفته نمیشد. این چی بود؟ چه ضربه ای زد. واقعا پشمام و برگام و پرم و همه چیزم ریخت. واقعا دست مریضات لیاقتته. عالی بود. نمیتونم چیز دیگه بگم. ناراحتم که اینقدر نوبم. اینم از این ویدیو. تا ویدیو بعدی و نه ببخشید لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا ویدیو بعدی بای.